به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت از تلویزیون تنویر رادیوهای آرزو و پیمان خوش آمدین. امروز سه شنبه 19 ماه حمل سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر است به 8 اپریل سال 2025 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. آغاز کارزار مبارزه با ملخ مراکشی در ولایت بغلان. دواهای کافی الحمدلله در اختیار داریم که سالانه ما به ذریعه همین دوا این ملخ از بین میبریم. الحمدلله ما این سال آمادگی تاکید بر تقویت همکاری ها برای ارتقای کیفیت آموزش در بغلان. و جمع آوری 10 تن از معتادان مواد مخدر از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه بغلان.